تو یک لحظه صبر کو برو. صبر کو چی تیر میکنی برای خود؟ خب برای تو ببین چی آوردم. رقص ازی مقبولتر هم دیده بودی خدا وکیلی. اگه ندیدی بشی تا آخر ویدیو رو سعی کو. لایک و کامنت هم یادتون نره. زنگوله رو فعال کو که ویدیو جدید که میاد از دست ندی. برو که بریم. خوبه تیر نکردی. حالا بشی خیلی تو ویدیو رو سعی کنی. خب این ویدیو رو میبینه فکر کنم احتمال زیاد داره که از ایران باشه. یک از رقصای هرات، رقص آبشاری نام داره. فکر کنم دو نفر دورور 8 ساله 9 ساله باشه. یک در 8 ساله 9 ساله نمیشه. برو که ببینیم چی رقم میرقصن. مقبول هم میرقصه. به نظر من همی بچه ها که اگزه بکنتر بوده بشه خیلی مقبولتر میرقصه. خیلی مقبول احتمال زیاد هم هست که یه دو نفر برار باشن. هر دوتا اینه واقعا قشنگ میرقصن. نگاه کن اصلا ریتم و برو موزیک هم یک ریاکشن میزنن. سعی کنم اون موقع که فلوت هم وقتی فلوت زدن سعی کنم حرکت یاد بگیرم بچه هایی که بلد نیم برسن. نگاه کنم چی رقم برسن. از این حرکت ها یاد بگیرم تا عروسی مریسی که شد برن وسط بزنیم. هم قشنگ این کوچیکه یک ذره با ناز و کرشمه میرقصه. خیلی عالی. نگاه کنه شما حرکت ها داشته باشه مثلا خیلی بیوتیفول میزنه. برفشاری میزنه میگم نزن. ویدیو رو یک ذره حالی بیتر شد. ویدیو رو یک ذره انگار چیز دوربین آوردن. شما اصلا نگاه کنید مجتمع هیچ مقبول میرقصه. چند نفر دیگه یک ست تبریک کنن تا همین رقص بسازی انجام بشه. واقعا هر دوتا این عالی میرقصن خدا بگید. هر دوتا این خوب میرقصن. ولی من بخوام امتیاز بدم بیشتر امتیاز به این خودگک خیلی مقبول میرقصن. این مقبولتر از این میرقصن احساس میکنم. نظر شما چیه؟ بزن از زیر کامنت ها کلی بینم مقبولتر میرقصن. به نظر من که فقط همین خودگک خیلی مقبول با ناز با کرشمه. همه تایما عالی. حرکت ها به سر تایم. حالا
حالا که تا آخر ویدیو بیامدی همین ویدیو رو هم لایک هم بکو، کانال ما هم سابسکرایب کو، بعد همین زنگوله رو هم فعال کو که ویدیو جدید کامود باز از دست ندی همین ویدیو رو. رقص هم که یاد گرفتی دیگه. حاله اگه خوش آمد از این ویدیو پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.